به جناب سفیر صاحب مبارکی میگویم و از خداوند متعال برایشان توفیق میخواهیم که در خدمت شما مردم و در روابط بین ترکیه و افغانستان در وظیفه و مسئولیت خود خداوند کامیابی نصیب بکنه. الحمدلله که امروز ما و شما در یک محفلی جمع شده ایم که سفیر جدید خود را معرفی میکنیم و سطح تعلقات افغانستان و ترکیه به جای رسیده که بالاخره به سطح سفیر یک دیپلمات همینجا وظیفه شروع میکنه. یعنی تقریبا گفته میتونیم که دیگر روابط ترکیه و افغانستان نرمال و عادی شده و یک دستاورد خیلی بزرگ هست که بعد از 4 سال تانستیم که سطح دیپلماتیک به سطح سفرا برسید و امیدوار هستیم که در همه کارهایی که آینده سفارت انجام میکنه مؤمد و کمکی ثابت شود. ترکیه و افغانستان خصوصا در شرایط فعلی تعلقات خیلی خوب داره. شما میدانید که تعلقات ترکیه و افغانستان تاریخی هست، ولی در شرایط فعلی که در کدام حالت قرار داره که روزانه بسیار زیادی از اتباع ترکیه برای سرمایه گذاری و برای سیاحت از سفارت و کنسولگری افغانستان ویزا میگیره و به افغانستان میره و اطمینانا میره و میآیه. افغان ها اینجا میآیه و میره. این یک وضعیت خیلی خوب هست. امروز که الحمدلله افغانستان در کدام حالتی قرار دارند که امنیت سراسر افغانستان تامین است، اقتصاد به طرف خوبی حرکت کرده. شما شاید راپوری بانک جهانی را شنیده ای که در این ماه اواخر اقتصاد افغانستان 2.7% پیشرفت داشتند. یک دستاورد خیلی بزرگ است که اقتصاد افغانستان بالاخره با پای خود ایستاد میشه و پروژه های بزرگ کار شروع شدگی است. صنعت افغانستان الحمدلله به جای رسیدن که امروز اگر از کدام کشور یا کشورها راه بند میشه مردم افغانستان با کدام مشکل روبرو نمیشه. همچنان فساد اداری از بین رفته، کشت مواد مخدر صفر شده و مردم با آزادی و با برادری و با اخوت از یک سر افغانستان تا دیگه، شمال تا جنوب و شرق تا غرب با آزادی سفر میکنه، تجارت میکنه، سیاحت میکنه. این جای خوشی هست. چون که ما و شما امروز در ترکیه هستیم. در ترکیه و در دیگر کشورها بسیاری از مهاجرین افغانستان زندگی دارند. ما با همه سفارتخانه ها با کنسولگری همه هدایت دادیم که سفارت و کنسولگری خانه همه مردم افغانستان هست، خانه مشترک است. هیچ تبعیض و تمیز باید نباشه. هر کس که می آید با امارت اسلامی افغانستان تعلقات خوب داره یا نداره مهم نیست، ولی خدمتش باید شود. همین خانه ایشان است، همینجا مشکلات خود میاره، پس خدمتش شود. و شما هم همین میگویم به جناب سفیر صاحب و دیگر کارمندا که خدمت مردم ارزوی ما هست. بس است دیگه. مردم افغانستان بسیار با نامهای مختلف اذیت شده، تکلیف دیدن. بعد از این هر یک برادر دیگه هست. امارت اسلامی افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. امروز الحمدلله و هزارها هموطنان عزیز من و کشور می آید، اونجا عید تیر میکنه،
خوشحالی تیر میکنه، پس میآیه و میره. امی آزادی که به مردم داده شدن و هیچ کس اذیت نمیشه و هیچ کس پرسان نمیشه که شما در کدام تنظیم بودی یا در کدام سمت هستی یا کدام زبان داری. اینمی یک افتخار بزرگی ما و شما هست و اینمی اصلیت و واقعیت افغانستان است که الحمدلله پس به جای آورده شد. الحمدلله که سفیر صاحب که امروز به شما معرفی شده، علاوه بر از که یک عالمی برجسته کشور هست، یک شیخ الحدیث است، صاحب قلم هست و زبانهای مختلف و زبانهای ملی، پشتو، دری و ترکمانی خود زبان مادریشان است و به انگلیسی به همه عبور داره. استعداد خوب خداوند برش داده، تجربه کاری خوب داره. پس امیدوار هستیم که با سرپرستی جناب شیخ صاحب و با همکاری شما سفارت انقره باز هم دستاوردهای بزرگی داشته باشند، کامیابی های خوبی داشته باشند. ما انشاءالله در پالوی شما هستیم. میدانیم که در کشور ترکیه تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم هستند، اینجا اقامت دارند. البته آنها طبعا در امرار حیاتشان و در گذراندن زندگیشان به یک عده مشاکل و به یک عده خدمات ضرورت پیدا میکنند و سفارت به خاطر حل مشکل ملت خود است. از یک سو اگر با کشور میزبان روابط سیاسی قایم میکند، منافع سیاسی یا داد و ستدا دیگر، البته یک بخش مهم او خدمت‌های قنصلی بوده که به ملت خود در حصه حل مشکلات آنها در بخش انواع وثیقه ها و داکومنت ها و یا حتی پاسپورت و یا غیره در خدمت بودن و انشاءالله تعالی متعهد هستیم که به منظور همین خدمت اینجا آمده ایم. از کارمندای محترمی که در اینجا تا الحال مصروف کار هستند احساس قدردانی میکنم، به خدمت‌هایشان ارج میگذاریم و انشاءالله تعالی کوشش میکنیم که از این بعد خدمت به نحو احسن با کوانتیتی و کوالیتی بالایان انشاءالله تعالی خدمت صورت بگیره. چنانچه که در داخل کشور امارت اسلامی افغانستان یک حکومت جامع فراگیر و مشترک همه اقشار افغانستان هست، بدون از اینکه 34 ولایت از هم کدام تفاوتی داشته باشه. هکذا در خارج، در نمایندگی های خارج نیز امارت اسلامی افغانستان متعهد به خدمت برای هر تک تک رعایای خود هست که دارای و حامل تابعیت و هویت افغانی باشند. با صرف نظر از این که چی نظریه و ایدئولوژی، چی رنگ و پوستی، فقط همین کافی هست که تبعه افغان باشند. انشاءالله العزیز به منظور همین خدمت آمدیم. البته از کارمندای محترم هم خواهش ما همی است که از این به بعد با روحیه خوبتر و قویتر به خدمت مصروف شوند و همچنین از مجمع محاسن سفیدان و بزرگان مقیم کشور ترکیه که یک نبذه خاصی آنها در اینجا حضور دارند، به وسیله اینها به آنها سلام و احترامات خود به کل تبعای افغانستان میرسانیم که مطمئن باشند سفارت خانه مشترک همه ایشان است، صرف نظر از این که از کدام لسان و گوینده کدام لغت و لهجه‌ای باشند و از کدام ولایتی و سمت افغانستان باشند و در عین حال به بهترین خدمت بر نحو احسن تا آنجایی که اصولا در وسع ما باشد متعهد بوده و اظهار تعهد میکنم.